سرخط خبرها سامان محمدبеков برنده مدال برنجی بازی‌های المپی شد. کمیته دین هم تلفن‌ها را از سنجش می‌گذراند. ترکیه در دوشنبه مرکز دادنی روابط تأسیس داد. سلام بیننده‌های عزیز، دوامی چند دقیقه بعد شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 31 ایول. برنامه را از یک خوشخبری ورزشی آغاز می‌کنیم. سامان محمدبеков پهلوان معروف تاجیک با شکست دادن ورزشکار ایتالیایی آنتونیو اسپوسیتو صاحب مدال برنجی بازی‌های المپی در شهر پاریس فرانسه شد. روز 3 ایول در وزن تا 81 کیلو به میدان برآمد. در 16 سال اخیر این مدال اولین جودوکاران تاجیک در بازی‌های المپی است. بار اخیر در المپیاد پکین 2008 رسول باقیف در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال برنجی شده بود. به این ترتیب در بازی‌های تابستانی المپی در پاریس از 14 ورزشکار تاجیک 5 نفرشان رقابت‌های خود را به انجام رساندند. دسته منتخب تاجیکستان فعلا یک مدال برنجی دارد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند به مبلغ 300,000 سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره جایزه مالی به مبلغ 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاد پاریس برندگان مدال طلا میشوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم میگردد. کمیته دین تاجیکستان از این به بعد تلفن‌های موبیلی را هم از تشخیص دینشناسی میگذراند. به اطلاع این کمیته در نیم سال اول سال روان 22 عدد تلفن موبیلی با درخواست مقامات سنجیده شده به 14 تلفن موبیلی خلاصه منفی دینشناسی دادند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام نشست مطبوعاتی در مورد تلفن‌های موبیلی به خبرنگاران گفت موادهای آدیویی، ویدیویی و کتاب‌های داخلی تلفن‌های موبیلی از سنجش دینشناسی گذرانده شدند. اینچنین با درخواست مقامات صحیفه‌های علاهیده در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و اینستاگرام نیز از تشخیص دینشناسی گذرانده شدند. تشخیص دینشناسی تلفن‌های موبیلی از جمله شبکه‌های اجتماعی تجربه نو است. سفارت ترکیه در دوشنبه مرکز دادن روابط یا ویزا تأسیس داده است. فعالیتش روز 5 آگوست شروع خواهد شد. این تصمیم پس از 3.5 ماه جاری شدن ویزا برای سفر تاجیکان به ترکیه اعلان شد. یک نماینده ریاست کنسولگری ترکیه در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این مرکز روابط سیاحی، کاری و تحصیل و تجارت می‌دهند. به گفته این مسئول تخمیناً 90% شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای سیاحی مراجعت می‌کنند. چون این ویزا $60 نرخ دارد و برای سفر یک دفعه نه داده می شود. اینچنین برای بیمه سفر و خدمت رسانی $120 پیش بینی شده است. در مجموع نرخ روابط سیاحی با $180 برابر می شود. ارزش ویزای کاری بیشتر خواهد بود، افزود او. به اطلاع منبع در صورت درست بودن سند درخواست کننده ها مهلت تهیه آن 3-5 روز را در بر می گیرد. این در حالی است که قبلا بعضی از خواستاران ویزای سیاحی ترکیه به رادیو آزادی گفته بودند هفته‌های دراز منتظر جواب ماندند. ترکیه ماه اپریل سال 2024 برای سفر شهروندان تاجیکستان روابط جاری کرد ولی دلیل آن را شرح نداد. خواهران یلدوز و فریبا هاشمی اولین زنانی از افغانستان می باشند که در مسابقه های دوچرخه‌رانی بازی‌های المپی اشتراک می کنند. مسابقه ها از 27 ایول تا 4 آگوست دوام می کند. یلدوز هاشمی روز 27 ایول با مسافه 32.4 کیلومتر اشتراک کرده از 35 ورزشکار 26م شد. در پیش هنرنمایی خواهرش فریبا هاشمی است. این خواهران مثل بسیار دیگر هموطنانشان برابر سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان از این کشور فرار کردند. چون طالبان همه گونه حقوق زنان از جمله ورزش را منع کردند. همکاران خیرمان بقازاده میگوید اشتراک در بازی‌های بانفوذ المپی و نمایندگی از دختران افغانستان برای این خواهران خود یک دستاوردی عظیمی می باشد. این دو خواهر از طالبان فرار کرده دنبال آرزوهای المپی به پاریژ رفتند. آنها در بیرون از افغانستان تمرین میکنند. یلدوز و فریبا سال 2021 با آمدن طالبان افغانستان را ترک کردند. رژیم فوق‌العاده محافظه‌کار طالبان همه حقوق‌های زنان را سرکوب کرده است. از جمله برای تحصیل و کار محدودیت جاری شده است. شرکت دختران در ورزش هم منع است.
ما در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستند و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما 3 زن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشه زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان. خواهران زیر پرچم ملی افغانستان هنرنمایی میکنند. این رمز ملی افغانستان تا آمدن طالبان بود. خواهران دوچرخران به وطن برگشتن نمی توانند چون خطرناک است، ولی حالا فکر و خیال آنها در شرکت شایسته در بازی های المپی است. اولین بار است که بانوان دوچرخه سوار در تاریخ افغانستان اولین بار است که در المپیک حضور پیدا میکنند و ما بنیس اولین کسی که در المپیک اشتراک میکنم با خواهرم خیلی احساس خوب دارم و خوشحال هستم. تمرینات ما خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوار هستیم بتوانیم در مسابقه نتیجه خوب را به افغانستان کسب کنیم. مسابقه های دوچرخرانی دختران در بازی های المپی 27 ایول سر شده تا 4 آگوست دوام میکند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران کشته شده است. سپاه پاسداران صبح چهارشنبه 31 ایول در خبرنامه گفت که جای استقامتی اسماعیل هنیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و 1 نفر از محافظانش کشته شدند. معلومات بیشتری درباره این حادثه گفته نشده است. اسماعیل هنیه 1 روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. حماس نیز در خبرنامه با اشاره به حضور اسماعیل هنیه در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان گفته است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. و در بخش 1 روز تاریخ همکارم آخرمان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 31 ایول سال 1957 قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست SSSR درباره رشد ساختمان منزل قبول شد که هدفش تأمین شهروندان با منزل بود. در تاجیکستان طرح ساختمان اولین منزل‌های دسترس را که با نام رهبر اول کشور خروشچوی نام گرفتند، معمار معروف حکمت یولداشوف به عهده گرفت. این خانه‌های بتونی و آهنی هرچند خرد حجم بودند و حسن معماری نداشتند، دسترسی صدها میلیون عائله‌های شوروی را به سرپناه جداگانه و شرایط حداقل زیست تامین کردند. 31 آگوست سال 1939 ساختمان کانال کلان فرغانه شروع شد که هدفش با آب تامین کردن خواجگی‌های پختکار 3 جمهوری این وادی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بود. کانال آبگذر 350 کیلومتری با جلب 160,000 مرد کار کنده شده. قسم اعظم آن از قلمرو ازبکستان، 62 کیلومترش از حدود ولایت سوغدی تاجیکستان و 12 کیلومترش از خاک قرقیزستان می‌گذرد. 31 ایول سال 1943 دانشمند و شاعر از بارزترین فعالان سمرقند حیات نعمت تولد شده است که در 78 سال عمرش برای حفظ و رشد زبان تاجیکی در ازبکستان زحمت‌ها کشیده است. او را بیشتر چون یکی از مؤسسان مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند در سالهای 80 مبارز به امان حفظ مکتب‌های تاجیکی و چون شخص میشناسند که برای عقیده‌هایش دست به گروسنه‌نشینی سیاسی زده است، حقوق تاجیکان ازبکستان دفاع کرده است. صبح امروز بانک ملی ارزش اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 122 سومانی، 100 یورو به 1150 سومانی و 100 دلار 1062 سومانی عوض کرده می شود. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما را همراهی کردید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.